سرخط مهمترین خبرها: نمایندگان کنسولگری به نزد مهاجران به صخره رفتند، شرح مقامات درباره گران شدن گاز مائع و کمچین شدن آن و تحقیقات رادیوی آزادی. کارخانه‌های چینی محیط زیست را در تاجیکستان افلاس می‌کنند. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 23 ایول سال 2024 است. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه به نزد مهاجران به بازداشتگاه صخره رفتند. مقامات میگویند با مسئولین بازداشتگاه مسئله هر چه زودتر به تاجیکستان فرستادن مهاجران را بررسی کردند. به گفته مقامات فعلا در بازداشتگاه صخره و 136 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. در عکسایی که نمایندگان سفارت به ما فرستادند، یک گروه زنها نیز دیده میشوند. نمایندگان کنسولگری گفتند برای مهاجران غذا برده، درباره تکرارا ویران نکردن قانون‌های مهاجرتی روسیه با آنها گپ زدند. اما کنسولگری تاجیکستان در روسیه نگفته است که شهروندان تاجیکستان چند وقت است که در صخره و نگهداری میشوند و آیا آنها از خشونت و زورآوری و شکنجه شکایت کردند یا نه. مهاجران از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بارها از شکنجه و بدرفتاری مأمورین در بازداشتگاه صخره و شکایت کردند. در بازداشتگاه صخره و در مسکو مهاجران نگهداری میشوند که برای ویران کردن قانونگذاری مهاجرتی روسیه بازداشت شده منتظر اخراج به وطن هستند. در پی افزایش نرخ گاز مائع و نگرانی راننده‌ها، مقامات تاجیکستان میگویند وضعیت زیر نظارت است. در روزهای اخیر نرخ 1 لیتر گاز مائع تا 6 تومان و 60 درم بالا رفت و بعضی رانندگان میگویند پیدا کردن این سوزشواری نسبتاً ارزان مشکل شده است. وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب 22 ایول در خبرنامه نوشت تغییر نرخ گاز مائع زیر نظر مقامات قرار دارد و کمچینی در بازار نیست. ولی در این زمان وزارت چند سبب را پیش آورده است که ممکن است سبب پیدا نشدن گاز مائع در نقطه‌های فروش سوزشواری شود. از جمله این نهاد گفته است برای رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام بلند شدن حرارت هوا، فروش گاز مائع در نقطه‌های فروش سوزشواری که با طلبات بی‌خطری جوابگو نیستند محدود کرده می شود. به اطلاع وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، دوام 6 ماه امسال به کشور 195,400 تن گاز مائع وارد شده است که برای طلبات بازار کافی است. گاز در قیاس به بنزین و سوزشواری دیزلی نسبتاً ارزان است و بیشترین ماشین‌ها در تاجیکستان از این نوع سوزشواری استفاده می‌برند. دادگاه عالی تتارستان روسیه السو قرمش و خبرنگاری دستگیر شده بخش تاتاری بشقردی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را با عیبنامه نشر اخبار دروغ درباره ارتش روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به سخنگوی دادگاه عالی تتارستان نوشت حکم 19 ایول امضا شده است. واکنش السو قرمش و به حکم صادر شده معلوم نیست. قبلا این خبرنگار و رادیوی آزادی اتهام را رد کرده گفتند مسکو السو قرمشوو را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. پایگاه مدیا از آن با تکیه به دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی تتارستان گزارش داده بود که پرونده السو قرمشوو مهر مخفی دارد و برای همین پشت درهای بسته بررسی شد. السو قرمشوو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است و این ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10,000 روبل یا معادل $103 آمریکایی جریمه شد. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. خود خبرنگار و رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی این عیبنامه را بی اساس گفتند. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان داد که شرکت‌های چینی از ثروت‌های بزرگ معدنی تاجیکستان استفاده می‌کنند و تاجیکان را به خشم می‌آورند، زیرا آنها محیط زیست را در این روند آلوده می‌کنند ولی تا حال از حکومت امتیاز می‌گیرند. خبرنگاران رادیوی آزادی فعالیت 4 کارخانه چینی، کارخانه کارکرد معدنی زرافشان،
پاکرود شرکت مشترک صنعتی تاجیکستان و چین و شرکت رشد کشاورزی تاجیکستان و چین را تحقیق کردند. نتیجه های تحقیق نشان داد که کارخانه های طلای زرافشان و پاکرود محیط زیست را افلاس میکنند و ساکنان به خصوص از کار کارخانه زرافشان در شهر پنجکین بارها ناراضگی کردند. چینایی ها در پنجکین در پهلوی دهه خمگران پالایشگاه ساختند و در آن مواد زهرناک سیانید را استفاده می‌برند. اینچنین در تحقیق آمده است که کارخانه پاکرود یک مدت آب پرتو را در شکل مایع سفید به دریای رامید می‌ریزد. ساکنان شهرک زرنسار در شمال تاجیکستان همچنین از کار کارخانه چینی معدن در این شهرک ناراضگی کرده گفتند بعد آمدن چینی‌ها دسترسی آنها به آب محدود شد. چینی‌ها تنها در بخش کارکرد معدن در تاجیکستان کار نمی‌کنند. از کار کشاورزان چینی این نگرانی‌ها هم است که آنها به زمین‌ها نوری‌های مینرالی از حد زیاد و بعضا نامعلوم را می‌ریزند که در آینده می‌تواند باعث از کار برآمدن زمین‌ها شود. بینندگان عزیز شکل کامل این تحقیقات را می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید. اداره منزلی کمونالی تاجیکستان می‌گوید از 10 میلیون اهالی کشور فقط 66% آنها به نظام متمرکزانده شده آب دسترسی دارند، یعنی فقط 6.6 میلیون اهالی تاجیکستان می‌توانند از آبی که تا در خانه‌شان هست استفاده برند. باقی مانده 34% اهالی که اساساً در دهات زندگی می‌کنند مجبورند از دیگر جا به خانه‌شان آب کشانند. ادامه موضوع در گزارش همکارم شهلای عبدالله. کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی از تهیه شدن برنامه خبر داد که بر اساس آن در نظر است تمام محله و شهرهای تاجیکستان با آبی آشامیدنی دسترسی پیدا کنند. فعلا به اطلاع این نهاد تنها 66% اهالی کشور با آب تامین است. این برنامه احتمال است زینه به زینه و دوامی 8 سال اجرا شود. با مبلغ‌گذاری بانک جهانی تهیه گردیده است و از جانب شرکت استرالی هیدروفیل در همبستگی با متخصصان دخالدار ساحه برنامه تهیه گردیده و برای با صنعت‌های معیاری فوقی جمهوری تاجیکستان مطابق نمودن در دوره گروه کاری وزارت انرژی و ذخیره‌های آب هم تهیه کننده برنامه محسوب شده بود. در دوره لایحه مذکور با در نظر داشتی خلاصه وزارت اداره‌های دخالدار عین حال برنامه در حالت بررسی قرار دارد و تا آخر سال جاری برنامه تصدیق و مورد عمل قرار گرفته می‌شود. این برنامه احتمال است زینه به زینه و دوامی 8 سال اجرا شود. اگر که همین سال برنامه مورد عمل قرار گیرد سال 2024 2032 میشه. در دوره همین برنامه تمام شهر و نوی‌ها، تمام دهه‌ها، تمام جماعت‌ها، تمام کوچه‌ها به این نوبت گرفته شده است و هم آبی نوشابه هم رفع آب‌های پرتاب کانالیزاسیون یعنی که تجدید و برقرار سازی شده مورد استفاده قرار داده میشن. شما میدونید که سیستم آب تامین کنی در دهات سال‌های 70 80 از گذشته ساخته به استفاده داشتن و با برقرار سازی و ساختمان نیاز دارند. از این رو در صورت در عمل تطبیق گردیدن برنامه زینه به زینه تامینات اهالی با آب نوشابه بهتر و خوبتر می‌گردد. اداره خواجگی منزلی و کمونالی قبلا هم از طرح و برنامه‌های خود درباره تامین ساکنان به آب خبر داده بود، ولی شکایت‌ها از گوشه‌های کشور از مشکلی دسترسی به آب کم نشده بیشتر صدا می‌دهند. دسترسی به آب آشامیدنی از مسئله‌هایی است که پیوسته مورد بحث و بررسی‌های دایره‌های گوناگون قرار می‌گیرد. در گذشته نیز مقامات از دریافت میلیون‌ها دلار گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین کردن ساکنان با آب خبر داده بودند. 3 سال پیش لیو هیلر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. بعد از آن که در اول سالهای 2000 ادعای فساد در کاربرد گرانت‌های بین‌المللی در دادگاه بررسی شد، دیگر تلاش نشده است که کلاً چقدر پول گرفتن مقامات برای حل این مشکل و چگونه استفاده شدن آن اعلان و رسانه‌ای گردد. بینندگان عزیز، وضع تامین آب در جای زیست شما چگونه است؟ لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 23 ایل را فرا می‌گیرد. با
بعد خاموشی طولانی نهایت 23 ایول سال 2015 یک دادگاه شهر دوشنبه گفت یکی از فعالان نیروهای مخالفین در خارج کشور مقصود ابراهیموف در تاجیکستان به 17 سال زندان محکوم شده است. ابراهیموف را برای دعوت به تبدیل ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار کردند. مؤسسه سازمان ثبت نشده جوانان برای احیای تاجیکستان یکی از چندین فعال است که به قول حامیان حقوق در روسیه را بوده و به تاجیکستان برده شده است. 23 ایول سال 2010 آژانس مبارزه با فساد سابق پروکورور ناحیه حصار و یکی از فرزندان سابق پروکورور گنرالی فیض‌الله باباخانوف را با اتهام رشوه‌گیری و بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی بازداشت کرد. این قضیه را برخی توسعه معرکه مبارزه با فساد ارزیابی کردند، ولی بعضی شارحان آن را حاصل مبارزه ساختارهای حفظ قانون نامیدند. پسری باباجان باباخانوف سال 2013 به آزادی برآمد. 23 ایول سال 2013 وزارت آب تاجیکستان گفت تنها 57% مردم این کشور با آب پاک آشامیدنی تامین می باشند. به حساب مقامات 90% خانواده هایی که به آب پاک دسترسی دارند در شهرها جایگیر هستند. مشکل اصلی را مقامات در تامین نبودن بسیار دهات با لوله های آبگذر نامیدند. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل روسی به 120 تومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 تومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری می‌کنید.